تا حالا شده یه حس قوی بهت بگه باید کاری بکنی، یه راهی رو بری، حتی اگه بقیه بهت بگن دیوونه‌ای؟ یه چوپان ساده با یه خواب عجیب راه میفته دنبال یه گنج، ولی اون چیزی که پیدا میکنه خیلی بیشتر از یه صندوق پر از طلاست. سلام، نسیم هستم، یک روایتگر. خلاصه و پیام اصلی هر کتاب رو برای هر آن کسی که با گوش جان میشنوه و شنیدن رو بلده روایت میکنم. و تو این قسمت با هم میریم سراغ کیمیاگر، داستانی که شاید یه تلنگری باشه برای اینکه یادمون بیاره دنبال رویاهامون بریم، هرچند سخت، هرچند دور. کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلو رمانی تمثیلی و فلسفیه که به زبان ساده اما با مفاهیم عمیق داستان جستجوی انسان برای تحقق رویاهاش رو روایت میکنه. در ادامه خلاصه از این کتاب رو براتون روایت میکنم. با من همراه باشید. سانتیاگو، چوپان جوان اسپانیایی، شب هنگام خوابی تکراری میبینه. گنجی پنهان در نزدیکی اهرام مصر و برای تعبیر خوابش نزد یک زن غیبگو و سپس یک مرد مرموز به نام ملکیsedق به معنای پادشاه سالم میره. هر دوی اونها بهش میگن که باید دنبال افسانه شخصیش بره، یعنی همون رسالتی که انسان برای اون آفریده شده. با فروش گوسفنداش سانتیاگو سفر پرماجرای خودش رو آغاز میکنه و در طی مسیر مدتی در مغازه بلور فروشی در طنجه کار میکنه. با تاجری آشنا میشه که به اون درس‌های صبر و تلاش میده و به کاروانی میپیونده که به سمت مصر حرکت میکنه و در راه با یک کیمیاگری آشنا میشه که به اون درباره روح جهان، نشانه‌ها و یگانگی با هستی آموزش میده. با فاطمه عاشق میشه و در طول سفر یاد میگیره که چگونه به دلش یا همون قلبش گوش بده و از نشانه‌ها پیروی کنه و در هماهنگی با جهان زندگی. در نهایت زمانی که به اهرام مصر میرسه متوجه میشه که گنج واقعی نه در اونجا بلکه در همون مکانی بوده که سفرش رو آغاز کرده، در کلیسای متروکه‌ای در اسپانیا. اما این سفر اون رو دگرگون کرده و به اون آگاهی، عشق و معنا بخشیده. پیام اصلی کتاب یک جمله بسیار زیبا و تأمل برانگیز از متن خود کتاب و اون اینه: وقتی چیزی رو از صمیم قلب بخواهی، تمام هستی برای رسیدن اون به تو همدست میشن. کیمیاگر داستانی درباره رویا، شهامت، جستجو و پیدا کردن گنجی که گاه در درون خودمون پنهونه. در رمان کیمیاگر شخصیت‌ها با اینکه تعدادشون زیاد نیست، اما هر کدومشون نماد مفاهیم مهمی هستن و در مسیر رشد شخصیت اصلی نقش کلیدی دارن. در ادامه شخصیت‌های اصلی و اینکه نماد چه چیزهایی در مسیر زندگی هستند رو براتون روایت. شخصیت اول سانتیاگو، شخصیت اصلی و قهرمان جستجوگر. یک چوپان جوان اسپانیایی که رویای یافتن گنجی در نزدیکی اهرام مصر رو میبینه و در جستجوی افسانه شخصیش به سفری طولانی و پرچالش میره. در آغاز یک چوپان ساده است، اما در پایان به انسانی آگاه، عاشق و هماهنگ با هستی تبدیل میشه. در مسیر درس‌هایی درباره عشق، ایمان، شجاعت و هماهنگی با جهان میآموزه و در میابه که گنج واقعی در درون انسان نهفته است، نه در بیرون. نماد جستجوی خودشناسی و معنای زندگی یا انسان جویای معنا و رشد روحی. دومین شخصیت ملکیsedق، به معنای پادشاه سالم، آغازگر سفر درونی. اولین کسیه که به سانتیاگو میگه هر انسان افسانه شخصی داره. درباره افسانه شخصی و روح جهان به سانتیاگو توضیح میده. هدیه‌ای نمادین بهش میده که اون 2 سنگه به نامهای اوریم و تومیم، نماد تصمیم گیری و نشانه ها.
نقشش شبیه به پیرمردی خردمند در اسطوره هاست، کسی که قهرمان رو از دنیای عادی بیرون میکشه. پیرمردی مرموزه که خودش رو پادشاه سرزمین سالم معرفی میکنه. نماد راهنما یا استاد اولیه در مسیر زندگیه، کسی که مسیر رو نشون میده اما راه رو نمیره. نماد الهام، آگاهی اولیه و دعوت به سفر معنوی. سومین شخصیت مرد بلور فروش، آینه‌ای از آینده ترس خورده. تاجری در طنجه که سانتیاگو مدتی نزد اون کار میکنه تا پول جمع کنه. مدتی در مغازش کار میکنه و اون رو رونق میده، اما تاجر از ترس شکست و تغییر رویاهاش رو دنبال نمیکنه. این بخش از داستان نشون میده که اگر سانتیاگو هم از ترس یا راحت طلبی منصرف نمیشد، مثل مرد بلور فروش میشد که یک مرد محتاط و سنتی و پر از ترس برای تغییر بود. و با اینکه فرصت رشد پیدا کرده بود، ترجیح داد که در منطقه امن خودش باقی بمونه. این شخصیت نماد تسلیم شدگی، حسرت رویاهای نزیسته، منطقه امن و نماد کسانی که از ترس شکست رویاهاشون رو رها میکنن. شخصیت چهارم تاجر انگلیسی، دانایی بدون تجربه. مسافری در کاروان که به دنبال یادگیری علم کیمیاگریه. بیشتر به کتاب‌ها و دانش نظری وابسته است تا تجربه مستقیم. در تضاد با سانتیاگو که به دل و نشانه‌ها گوش میده. به دنبال سنگ فیلسوف و راز کیمیاگریه، اما فقط از طریق کتاب‌ها، نه از راه دل و تجربه. حضورش تضاد ایجاد میکنه با سانتیاگو که یاد میگیره از نشانه‌ها و دلش پیروی کنه. نشون میده دانش اگر با شهود و تجربه همراه نباشه بی‌ثمره. این شخصیت نماد عقل بدون شهود و دانش سطحیه. شخصیت پنجم کیمیاگر، استاد نهایی یا راهنمای درونی. مردی خردمند و مرموزه که در نیمه دوم داستان راهنمای سانتیاگو در صحرا میشه. او سانتیاگو رو به مرحله فراتر میبره، از شناخت به شهود. یعنی بهش یاد میده چطوری با روح جهان یکی بشه، به دلش یا قلبش گوش کنه و به جادو و نشانه ها باور داشته باشه. برخلاف ملکیسدق که استاد اولیه بوده و فقط راه رو نشون میداده، کیمیاگر همراه سانتیاگو راهی سفر میشه تا سانتیاگو قدرت درونیش رو بشناسه. این شخصیت نماد بیداری، رهایی از ترس، تحول روح، دگرگونی درونی و آگاهی عمیقه. شخصیت یا بهتر بگم شخصیت‌های هفتم، دزدان صحرا، راهزنها، خطرات و موانع رشد. افرادی که سر راه سانتیاگو قرار میگیرند و گاهی مانع مسیر اون میشن. نماد چالش‌ها و سختی‌هایی هستند که هر کس در راه تحقق رویاهاش تجربه میکنه. سانتیاگو بارها در سفرش با تهدید، فریب یا دزدی مواجه میشه، اما هر بار قوی‌تر میشه و درک میکنه که همه این موانع بخشی از مسیر هستند. این شخصیت‌ها نماد آزمون‌ها، وسوسه‌ها و چالش‌های رشد درونی هستند. حالا اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم اینجوری میشه. داستان کیمیاگر در واقع استعاره از سفر درونی انسان برای کشف معنا، عشق و هدف زندگیه. هر شخصیت رویدادی که براتون روایت کردم در واقع یه مرحله از این سفر رو نمایندگی میکنه. یعنی دعوت به سفر، ترس، تجربه، عشق، آگاهی و بازگشت به خود. در ادامه چند تا از جمله‌های زیبا، تأمل برانگیز و الهام بخشی که به دل خیلی ها نشسته و باعث شده این کتاب جهانی بشه و جزء معروفترین جملات کتاب کیمیاگر هستن رو براتون از متن خود کتاب میخونم و همراه توضیح کوتاه و معنای هر کدوم. جمله اول که پیام اصلی کتاب و داستان هست اینجوریه: وقتی چیزی رو از ته دل بخواهی، تمام کائنات دست به دست هم میدن تا به اون برسی. این جمله نشون میده که اگه با ایمان و اشتیاق دنبال رویاهات بری، جهان هم همراهت میاد. دومین جمله میگه
بزرگترین دروغ دنیا اینکه سرنوشت از پیش تعیین شده یا سرنوشت از پیش نوشته شده. این جمله از زبان ملکیسدق گفته میشه و میخواد بگه ما قربانی سرنوشت نیستیم، بلکه قدرت انتخاب و تغییر داریم. جمله سوم میگه تنها وظیفه انسان تحقق افسانه شخصی خودشه. یعنی هر انسانی رسالتی در زندگی داره، کاری که فقط خودش میتونه انجام بده و باید به دنبالش بره. جمله چهارم میگه ترس از رنج بدتر از خود رنجه. ما معمولاً بیشتر از رنج، از فکر رنج کشیدن میترسیم، ولی وقتی وارد عمل میشیم میبینیم که اونقدرها هم ترسناک نبود. جمله پنجم میگه هر چیزی که یک بار اتفاق بیفته ممکنه دیگه تکرار نشه، اما چیزی که 2 بار اتفاق بیفته حتما برای بار سوم هم پیش میاد. این جمله درباره الگوهای زندگی و چرخه‌هاییه که باید بشناسیم و ازشون آگاه بشیم. همون به اصطلاح امروزی ها چرخه‌های تکرار شونده. جمله ششم میگه دنیا فقط روح واحدی داره. اگه کار خوبی انجام بدی بخشی از اون خوب میشه و اگر بدی انجام بدی بخشی از اون بد میشه. این نگاه عرفانی میگه که همه ما با هستی در ارتباطیم و کارهای ما فقط روی خودمون اثر نمیگذاره، بلکه روی کل جهان تأثیر گذاره. و جمله هفتم میگه گنج همیشه همون جاییه که اول شروع کردی، ولی برای پیدا کردنش باید به سفر بلندی بریم. این جمله خلاصه داستانه. رشد و آگاهی در طول مسیر به دست میاد، نه فقط در مقصد. جمله هشتم میگه عشق مانعی برای رسیدن به رویا نیست، بلکه مشوق رسیدن به اونه. سانتیاگو با عشق به فاطمه نه متوقف میشه و بلکه قوی‌تر هم میشه. عشق واقعی رشد میده، محدود نمیکنه. و جمله نهم و آخر گوش بده به دلت، چون هیچ وقت دست از حرف زدن بر نمیداره و اگه حتی یه لحظه هم ساکت شد یعنی دیگه نمیخوای بهش گوش بدی. این جمله درباره شهود درونی ماست. دل همون صدای حقیقی ماست که باید یاد بگیریم بشنویمش. در ادامه میخوام یه تیکه از متن خود کتاب رو که یکی از زیباترین و شاعرانه ترین بخش‌های کتاب درباره نشانه ها و سفره براتون بخونم. جایی که سانتیاگو متوجه میشه هر نشانه در مسیر معنای پنهان داره. بخشی که نماد تحول درون سانتیاگوست، جایی که میفهمه نشانه ها فقط اتفاق نیستن، بلکه گفتگویی میان انسان و جهانن. متن به این صورته: هر روز نشانه‌ای تازه میدید و کم کم فهمید که دنیا زبانی دارد که همه میتوانند آن را بفهمند. زبانی که از دل، از عشق و از اراده انسان سرچشمه میگیره. وقتی میخواهی به رازی پی ببری، کافی است به نشانه ها گوش بسپاری، چون خداوند همیشه نشانه هایی برای ما میفرستد تا راه را گم نکنیم. در بیابان سکوتی بزرگ حکم فرما بود، اما او دیگر از سکوت نمیترسید. میدانست که هر دانه شن رویایی را در خود نهفته دارد و هر نسیم پیامی از روح جهان را در گوشش زمزمه میکند. سفرش دیگر فقط برای رسیدن نبود، سفرش خود معنا شده بود. خب دوستان جان، برای اینکه تا اینجا با من اومدین و گوش دادین سپاسگزارم. این اولین پادکست از خلاصه کوتاه و پیام اصلی هر کتاب بود. اگر قصوری میبینید به خاطر ناشی بودن روایتگره و قطعاً طبق داستان کیمیاگر در طول مسیر کامل و کاملتر خواهد شد. اگر دوست دارید که فقط پادکست صوتی این خلاصه رو گوش بدید، میتونید به آدرس تلگرام ما رجوع کنید. پس تا شنیداری دیگر، بهترین ها در خدمتتون، چون ما لایق بهترین ها هستیم.